من از بوزو بدرین زمین ما کشرگاه اشتیان همه را جزیر کرده. همدیران عزیز، من به شما شهر دوشنبه را نشان میدم که از 2 سال پیش چه فرقی دارد. 2 سال پیش از همین بلندی شما شهر دوشنبه رو دیده نمیتوانستید، چون که پر از دود بود. حاضر به حضور میبینید شهر میتابد، دودش کم. این دود باشد، بوغ باشد، چیز است که کم دود باشد، دودای ماشین باشد لیکن کم. این همش سببش انا همین. بچه ها بدری زمین های نکنه، همه تون بدری زمین های کرده تون. وای ببینید من این همه سببش زودی انمی سیمین زود نو ساختن. اینجا کهنه بود شکستن، اینجا نوش رو ساختن. نوش دیگر دود نمیکند. رحمت به پدر و مادرتون. هرچی همین زودی سیمین زودی کهنه را شکستن، نیست کردن. دیگر چنگ از بالای دوشنبه نیست شد. اگر در یادتون باشد تا این وقت علاقه چنگ چقدر بود و بعد بودی افغان هم می آمد. تا حاضر بودی افغان هم نآمده است. اینش بازاری کشانیان. انا همدیران عزیز، من بالای کوه حالی برف است. امروز 18 مارت است. با پدر و مادری که زود رو ساخته است یک جهان تشکر و رحمت. من بهار آمده است، همه سبز شده ایستاده است، به نهایت نقص شده ایستاده است. خیر خدا آینده تاجیکستان را خرم کند.